خداوند را که بر سیان ساکن است بسرایید. کارنامه های او را در میان قوم ها شهرت دهید. زیرا که او پاداش خونها را می طلبد، آنها را در خاطر دارد، فغان مظلومان را فراموش نمی کند. و من مرحمت نما ای خداوند، به مصیبتی که از دست بدخواهانم می کشم نظر انداز، که تو مرا از دروازه ممات بلند برداشته ای. برای آن که تمام حمد و ثنای تو را بیان نمایم، در نجات تو خرسندی خواهم کرد. خلقها به چاهی که کنده بودند فرو غلطیدند. در دامی که نهان کرده بودند پای خودشان اندرمان شد. خداوند به وسیله داوری که کرد شهرت می‌یابد. شریر به دام افتاد که با کفهای خود ساخته بود. هجایوم سیلا. شریران به دوزخ خواهند رفت، یعنی همه خلقهایی که خدا را فراموش میکنند. زیرا که مسکین به صورت ابدی فراموش نخواهد شد و امید کمبغلان تا به آخر برباد نخواهد رفت. برخیز ای خداوند تا که آدمیزاد گستاخ نباشد و خلقها پیش تو محکوم گردند. آنها را ای خداوند به هراس انداز تا خلقها بدانند که آنها فقط آدمیزاد هستند. سیلا.